أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خب حدیث 519 از کتاب ریاض الصالحین. امام نووی رحمه الله در زیر حدیث 519 این حدیث را آورده است، میگوید و عن جابر رضی الله عنه قال، یعنی از جابر رضی الله عنه روایت است که گفت اینا کنا یوم الخندق نحفرو، هر آینه میگه ما بودیم روزی خندق نحفرو، یعنی زمین را چقری میکندیم، زمین را میکندیم، در حالتی خندق کنی بودیم، یعنی در حالتی کندن زمین بودیم. فعرضت کدیتون شدیدتون، فعرضت پس نمایان شد، کدیتون شدیدتون یعنی سنگ، کدیه اصلا سنگ بزرگ را میگه، سنگ کلانی که شدیده بود، با سخت بود، یعنی سنگ کلانی سخت میگه در وقت چقری کنی میگه از پیش ما بر آمد. فجاءوا الى النبی صلی الله علیه و سلم فقالوا، پس آمدن صحابگان نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و پس گفتن، پیغمبر خبر دادن که هذه کدیتون عرضت فی الخندقی، گفتن این سنگ کلان نمایان شدگی است در چقری میکندگی ما، این سنگ کلان از پیش من برآمد که دیگر کنده نمیتونیم. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که انا نازلون، یعنی من میفرویم، من بگیم خودم میفروم، من خودم مثلا اون سنگ چارش میبینم. ثم قام، بعد میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم از جایش خست و بطنه معصوب بحجر، و شکم پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در همین حالت معصوب بحجر بود، یعنی بستگی بود، بسته شده بود به سنگ، یعنی در شکمش سنگ پیغمبر صلی الله علیه و سلم بستگی بود. ولبثنا 3 ایام لا نذوق ذواقا، ولبثنا یعنی گذراندگی بودیم ما میگه 3 شبانه روز را، لا نذوق ذواقا یعنی چشیدگی نبودیم، ذواقی را یعنی چیزی خوردنی را، یعنی مزه چیزی را میگه ما چشیدگی نبودیم، یعنی چیزی میخوردنی را 3 روز بود که خوردگی نبودیم. فاخذ النبی صلی الله علیه و سلم المعول، پس میگه گرفت پیغمبر صلی الله علیه و سلم معول را، معول همون تبر یا کم چیزی که زمین میکنن که بگیم به امروز بیل است یا که من از خلاصه همون چیز رو، همون چیز زمین میکندگی چیز رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه در دستش گرفت و فضرب، پس زد میگه در بالای همون سنگی کلانی که سخت بود، میگه در بالای هم پیغمبر میگه زد. فعاد کثیبا احیلا، پس میگه گشت همون سنگ کثیب، کثیب یعنی ریگ، پس همون سنگ میگه ریگ گشت و احیل، یعنی که احیل یعنی که جاری شونده، ریگی بگیم یک دیگر در نمی استادگی، بگیم میده چیده شده، بگیم فعاد کثیبا احیلا، پس همون سنگ میده چیده یعنی ریگ گشتک میگه. او احیما، یا ریگی که یک دیگر در ایشیشه نمی قپیدگی گشت، احیم یعنی یتش ده بگیم قرار نمیگیرد، نمی ایستد، فهمو. فقلتو، پس میگه من گفتم، بعد از اینه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه این کارو کرد، میگه جابر رضی الله عنه میگه من گفتم که یا رسول الله، ای رسول الله، ایذن لی الی البیتی، یعنی اجازت بده من را الی البیتی، یعنی بروم به سوی خانه، اجازت بده من را بروم به سوی خانه. فقلت لامرأتی، پس میگه پیغمبر اجازتم داده رفتم در خانه و میگه فقلت لامرأتی، پس میگه گفتم همسرم را، عائله‌ام، میگه گفتم که رأیت بالنبی صلی الله علیه و سلم شیئا ما فی ذلک صبر فعندک شیء، میگه که دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم، بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم چیزی را، یعنی حالت را در پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیدم، ما فی ذلک صبر، ما فی ذلک یعنی که نتوانستم صبر کنم، ما فی ذلک یعنی نیست در آن صبر، یعنی که مقصدش که نتوانستم صبر کنم. فعندک شیء یعنی آیا در پیشت یگون چیز هست، یعنی چیز خوردنی یگون چیز داری؟ فقالت، پس میگه همسرم گفت که عندی شعیر و عناق،
میگه گفت بله دارم، کمی جو و عناق دارم. عناق یعنی بغزاله، یک بزیچک میدک داریم و شعیر دارم، یعنی جو دارم میگه. فذبحت العناقه. پس حضرت جابر میگه که من ذبح کردم عناق را، اون بزیچه را میگه، بغزاله را میگه ذبح کردم. و طحنت الشعیره، و طحنت الشعیره یعنی که آرد کرد میگه همسرم جو را، جوی که مثلا آرد نکرده که بود میگه همسرم میگه او را آرد کرد. حتی جعلنا اللحم فی البرمتی، تا این که میگه گذاشتیم گوشت را در برمه. برمه یعنی دیگ، در برمه میگه در دیگ میگه گوشت داختم میگه. و ثم جئت النبی صلی الله علیه و سلم، پس اومدم میگه نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. والعجین قد انکسر، و خمیری که کردگی بود، همون نون بگیم جوا که آرد کردگی بود، خمیرش کرده بود اویلش، میگه عجین یعنی که همون خمیر، میگه قد انکسر یعنی که واقعا رسیده بود، واقعا آماده شده بود برای پختن میگه. والبرمه بین الاثافی قد کادت تنضج، و برمه میگه همون دیگ میگه بین الاثافی، در بین اثافی بود. اثافی یعنی دیگ دونچه، اثافی یعنی دیگ دونچه. اصلا اثافی سنگایی را که سه سنگا که میمونن، بگیم از سه طرف و بعد در بالوش دیگ میمونن که باید پر علو میکنن، بگیم خلاصش دیگ دونچه، بگیم در بالای همون سنگای دیگ دونچه میگه برمه موندگی بود، یعنی که دیگ موندگی بود. قد کادت تنضج، یعنی که قد کادت یعنی که واقعا نزدیک شده بود که تنضج یعنی پخته شود، نزدیک به پختن شدن نزدیک شدگی بود. فقلت، پس میگه من گفتم، حضرت جابر میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتم که تعیم لی، یعنی اندک تعیمون یعنی طعامچه دارم من. مقصد طعامچه یعنی کم ترک طعام داریم ما، فهمو؟ اندک طعام دارم. فقم انت یا رسول الله و رجل او رجلانی، پس میگه گفتم که بخیز تو ای رسول الله و یک مرد یا دو مرد، یعنی مقصد بخیر یک تشریف بیار خانه ما بیا، یعنی مهمون ما شو، خودت ای رسول الله و یک مرد یا دو مرد قتید بگیر، زیرا که طعام کم است. میگه گفته یک مرد یا دو مرد قتید بگیر که طعامی اندکی داریم، کمی داریم. قال کم هو، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم پرسید که چی قدر است وای، یعنی طعام چی قدر است. فذکرت له، پس میگه بیان کردم برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یا داوری کردم، یعنی گفتم که طعامم چی قدر است. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که کثیر طیب، یعنی بسیار است و خوب است. وقتی طعام میگه گفتم، پیغمبر گفت که بسیار است و خوب است. قل لها لا تنزع البرمه، میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که حضرت جابر گفته است که قل لها یعنی بگو همسرت رو، همسرت بگو که لا تنزع البرمه یعنی نبردارد دیگ را، فهمو؟ دیگ نبردارد یعنی دیگ در بالای علو بیستد. ولا الخبز من التنوری، و همچنین نبردارد نان را از دگدان، یعنی نکند نان را، نان که چسباندگی بود برای پختن، اون نان را هم نکند، به حال خودش بگذارد. حتی آتی، تا اینکه من بیایم، یعنی تا آمدن من بگوش همون طور بگذارد بیستد. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که قومو یعنی بخیزید. اما کسانی که در اونجا بودن همشون پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که بخیزید. فقام المهاجرون و الانصار، پس میگه خیستن تمام مهاجرون و انصاری که در حالت خندق کنی بودن، همشون خیستن. میگه فدخلت علیها، پس میگه دویده یعنی که آمدم، در آمدم نزد همسرم، یعنی که جابر رضی الله عنه میگه که یعنی پیش آمدم و نزد همسرم در آمدم. فقلت، پس میگه همسرم را گفتم که وای حق یعنی که وای بر تو. جاء النبی صلی الله علیه و سلم و المهاجرون و الانصار و من معهم، میگه گفت آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و مهاجرین و انصاری و کسانی که قطشون بودن، یعنی همه کسا آمده به یا تیکه اوقاتی داشتگیمون، همه یک جا آمده سه. وای بر تو، میگه گفتم همسرم را گفتم. قالت، پس میگه همسرم گفت که هل سألک، یعنی آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم تو را پرسید، یعنی از چی قدر طعام داشتن تو را پرسیدک. قلت نعم، میگه گفتم بله. قال، پس میگه گفت که اکنون پیغمبر آمد رسید.
پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ادخلوا ولا تضاغطوا. پیغمبر میگه گفت که بدروید در خانه و ولا تضاغطوا، یعنی که ازدحام نکنید، تلپه نکنید، تلپه نکرده در خانه بدروید، در حولی حضرت جابر بدروید. فجعل یکسر الخبز، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم شروع کرد می شکست نان را شکست. و یجعل علیه اللحم، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم می گذاشت بر بالای اون نان گوشت در بالاش میموند. و یخمر البرمه و التنور اذا اخذ منه، و میپوشانید دیگ را دهن، مثلا یک گوشت که میگرفت دهن دیگ میپوشانید. و تنور وقتی نون میکند میگرفت باز بگیم دیگدان بالاش میپوشانید. اذا اخذ منه، هر وقتی که میگرفت از دیگ و از اون دیگدان چیزی میگرفت میگه بالاشون میپوشانید. و یقرب الی اصحابه ثم ینزع، و یقرب یعنی که قریب میکرد به اصحابش، یعنی میداد به اصحابش. پیغمبر صلی الله علیه و سلم به اصحابش میداد که همون نونی که در بالاش گوش مونده گرفته بود به اصحابش میداد. ثم ینزع، باز بار دیگر میگرفت از همون گوشت، از همون دیگ گوشت را. فلم یزل یکسر و یغرف حتی شبعوا، و هنوزم فلم یزل یعنی که هنوزم یکسر، پیغمبر صلی الله علیه و سلم نون میگرفت میشکست، و یغرف بگم از داخل دیگ چی را میگرفت، گوشت را میگرفت، حتی شبعوا، تا اینکه سیر کردن. همون قدر مردمی که در وقت خندق کنی بودن همه همونها سیر کردن. و بقی منه، و میگه باقی مون از اون نان و از آن گوشت، از اون گوشتی بغضالا میگه باقی مون. فقال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، یعنی همسر حضرت جابر پیغمبر گفته است که کولی هذا و اهدی، یعنی بخازین، یعنی خودت هم استفاده ببر، و اهدی و صدقه بکن و برای دیگرها هم بده. فان الناس قد اصابتهم مجاعه، پس هر این مردم گرفتار شدگی هستند به گشنگی، یعنی مردم دوچار گشنگی هستند، مردم نداره نگون چیز بخورد، پس خودت هم بخورو برای مردم هم، یعنی برای همسایه و برای مردمی که اطراف دست برای اونها تقسیم بکن این گوشتی باقی مانده و نان باقی مانده را. خب این یکم حدیث در این باب متفق علیه، حدیث متفق علیه هست. خب باب همین مضمون و همین قصه را به طریق دیگر روایت میکند. میگه و فی روایت قال جابرون، در یک روایت دیگر حضرت جابر گفتگی است، لما حفر الخندق رأیت بالنبی صلی الله علیه و سلم خمسا، زمانی که میگه کنده میشد خندق، یعنی همون چقری خندق کنده میشد، دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو میگه خمسا، یعنی گرسنه، در حالتی گرسنگی دیدم. میگم فانکفأت الی امرأتی فقلت، پس میگه بازگشتم نزد همسرم و پس میگه همسرم رو گفتم، فانکفأت یعنی رجعت، یعنی بازگشتم به سوی همسرم، نزد همسرم. میگه فقلت، پس میگه همسرم رو گفتم که هل عندك شیء، یعنی آیا یگان چیزی داری؟ فانی رأیت برسول الله صلی الله علیه و سلم خمسا شدیدا، میگه گفت که من هر رو دیدم پیغمبر صلی الله علیه و سلم رو گرسنگی سخته، یعنی گرسنگی سخته در پیغمبر دیدم، آیا یگان چیزی داری؟ فاخرجت الی جرابا فیه صاع من شعیر، پس میگه آوردک، فاخرجت برآورد، یعنی که آورد، میگه الی نزد من، جرابا فیه یعنی از ظرفی که در اون ظرف میگه صاع من شعیر، یک صاع جوابت میگه، یعنی 1.5 کیلو یا 2 کیلو جوابت میگه. ولنا بهیمتون داجن فذبحتها، و داشت ما میگه بهینه چارپای کوچک، چارپاچک بگیم مال میده که داجین بود میگه، یعنی مال میده خانگی. داجین یعنی که مالی که در خانه عادت کردگی است زندگی کردن، در بین مردم زندگی کردن. همطوری میگه یک بغزالچه بگیم مال میده داشته، میگه فذبحتها، پس همون مال میده که میگه ذبحش کردم. و طحنت شعیره، و آرد کرد، میگه همسر میگه شعیره، جوی که داشته میگه 2 کیلو، میگه اون را 1 سا، میگه اون را همسر میگه آردش کرد. میگه ففرغت الی فراغی، و ففرغت یعنی که فارغ شد، میگه همسرم با فارغ شدن من، یعنی که منم میگه
ذبح کردم و گوشت میده کردم، تا این زمان میگه همسرم هم جا آرد کرد و بگیم خلاص کرد. فهمو؟ یعنی که هر دومون یک جا کارا بود کردیم. ففرغت یعنی خلاص کرد، تمام کرد. همسرم میگه الا فراغ یعنی با تمام کردن من، یعنی هر دومون یک جا کارا بود کردیم. و قطعتها فی برمتها، و قطعتها یعنی که تیکه تیکه کرده، یعنی که پاره پاره کرده همون گوشت رو، همون بوهیمه را، یعنی همون چارپا که میده که گذاشت. میگه فی برمتها یعنی که در دیگ همسرم، در دیگ همسرم میگه اونها را داختم. میگه ثم ولیت الى رسول الله صلی الله علیه و سلم، بعد میگه رفتم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ولیت یعنی که براه افتادم، یعنی که روانه شدم به طرف پیغمبر صلی الله علیه و سلم. بعدی که گوشت را داختم میگه نزد پیغمبر رفتم. فقالت، پس میگه که همسرم گفت، وقتی که میگه میخواستم براه بیافتم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم بروم، همین وقت میگه فقالت، پس میگه همسرم گفت که لا تفضحنی برسول الله صلی الله علیه و سلم و من معه، یعنی که رسوا نکنی من را، شرماور و شرمسار نکنی من را در نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم و کسانی که با پیغمبر هستند. یعنی که این 2 کیلو آرد جویی که داریم، این یک بغزالچه‌ای که داریم، یعنی با این در نزد پیغمبر رسوا و شرمسار ما نکنی، یعنی که ایزا ما نتی و کسانی که با پیغمبر هستند که همه اونها بیاید این هیچ چیز نمی شود. فجئته فساررته فقلت، فجئته پس میگه آمدم نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم. فساررته پس سیرگویی کردم، پس تک میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم را گفتم. فقلت نه پس تک میگه سیرگویی کردم پیغمبر صلی الله علیه و سلم را. فقلت پس میگه گفتم که یا رسول الله، ای رسول الله، ذبحنا بهیمه لنا، یعنی ذبح کردیم یک چارپاکی خردککی که داشتیم، چارپاکی خردککی که داشتم اون رو ذبح کردیم. و طحنت صاعا من شعیر، و آرد کردم یک صاع از جو، یک صاع جوی که داشتیم اون را هم آرد کردم. فتعال انت و نفر معک، پس میگه گفت که فتعال انت یعنی که بیاد ای رسول الله تو و نفر معک، یعنی چند نفر دیگر همراه خودت، یعنی چند کسی دیگر را قطعید بگی که یعنی حالت مونو بفهم که یک صاع جو است و یک بغزالچه. فصاح رسول الله صلی الله علیه و سلم فقال، پس میگه فریاد کرد با صدای بلند، صاح یعنی فریاد کرد با صدای بلند، پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت یا اهل الخندقی، ای اهل خندق، یعنی همه را فریاد کرد، این جابرا قد صنع سورا فحی هلا بکم، گفت هر آینه جابر قد صنع سورا، هر آینه جابر واقعا آماده کرده که سور را، سور یعنی طعامی تشکیلی را بگیم، سور یعنی طعامی که برای مهمان تیار میکنه، یعنی تشکیلی. گفت که جابر آماده کرده که تشکیلی. فحی هلا بکم، پس خوش آمدید میگوید شما را. فحی هلا بکم یعنی که پس خوش آمدید میگوید شما را. فقال النبی صلی الله علیه و سلم، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت، یعنی که اول مردم طرف اهل خندق این سخن را گفت و بعد میگه گشت طرف حضرت جابر رضی الله عنه گفت که لا تنزلون برمتکم، یعنی نفرارید، نبردارید شما دیگتون را از بالای آتش، دیگتون را نگیرید. ولا تخبزون عجینکم حتی اجیء، یعنی که نپزید نانتون را تا اینکه من بیایم، نان تره نپزید تا آمدن من را. فجئتو، پس حضرت جابر میگه من آمدم، یعنی که پیش پیش میگه من آمدم. و جاء النبی صلی الله علیه و سلم یخدم الناس، پس میگه آمد پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش و پیش مردم، پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیش و پیش مردم اومدن، مردم از قفا و پیغمبر پیش پیش. حتی جئت امرأتی فقالت، تا اینکه میگه آمدم نزد همسرم، پس میگه همسرم گفت که بیکا و بیکا، بیکا و بیکا یعنی چنان و چنین کردم، یعنی این طور آن طور کردم، فهمو؟ چنین و چنان کردم. فقلتو، پس میگه گفتم من قد فعلت الذی قلتی، یعنی واقعا من انجام دادم کاری را که تو گفتی،
یعنی که همسرش گفته میگه من هم کار انجام دادم. فاخرجت عجینا، پس میگه آوردک یعنی بیرون کرد میگه عجین را، همون خمیر را، همون عجین را بیرون کرد نزد پیغمبر صلی الله علیه و سلم آورده. میگه فبسق فیه و بارک، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسقه یعنی که آب دهانش را در اون زد، فیه یعنی در همون خمیر آب دهانش را زد، و بارک و دعای برکت کرد، و بارک یعنی دعای برکت کرد. ثم عمد الى برمتها فبسق و بارک، پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصد کرد. عمده یعنی قصد کرد یعنی که رفت. پس پیغمبر صلی الله علیه و سلم رفت الى برمتها، به نزد دیگی، الى برمتنا به نزد دیگمان، دیگی گوشت میگه پیش رفت. فبسق، پس در اون دیگ میگه آب دهانش رو زد، میگه آب دهانش رو پیغمبر صلی الله علیه و سلم زد، میگه و بارک و دعای برکت کرد. ثم قال، پس میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که ادعی یا ادعی خابزتا فلتخبز معکی، ادعی خابزتا فلتخبز معکی، یعنی که دعوت کن، فریاد کن، خابزتا یعنی یکن زنی نانپزی را، فریاد کن زنی نانپزی را، فلتخبز معکی پس با تو بپزد، یعنی که دیگر انشاءالله برکت است، یا آدم دیگر قواش نمیرسد، این کسی دیگر را فریاد کن تو اینکه همراه تو بپزد. وقدحی من برمتکم ولا تنزلوها، وقدحی یعنی که غذا را بکشید، یعنی که طعام بکشید برای مردم، من برمتکم از اون دیگتون، ولا تنزلوها و پایان نآورید دیگتون، از بالای آتش دیگتون را نگیرید. و هم الفون، و در حالی که میگه با پیغمبر صلی الله علیه وسلم 1000 نفر بود، در همین حالت میگه وقتی که آمدن خانه حضرت جابر میگه 1000 نفر بودن. فاقسم بالله لاکلوا حتی ترکوه وانحرفوا، پس میگه فاقسم بالله، پس قسم یاد میکنم به الله تبارک و تعالی، لاکلوا حتما خوردن، یعنی اکید خوردن، حتی ترکوه تا اینکه یعنی که زیاتی من، ترکن ترک کردن طعام ها، یعنی که زیاتی من طعام هاشون، و انحرف و رفتن، یعنی طعام زیاتی کرد و اون 1000 نفر میگه برفت. و این برمتنا لتغض کما هی، و هر آینه میگه دیگی ما میگه لتغض یعنی جوش میزد چطوره که بود در اول، یعنی چطوره که اول در جوش زده ثبت پر بود، 1000 نفر میگه خورد و رفت، باز هم میگه دیگی ما تغض یعنی جوش میزنه، در حالت جوشیدن است، یعنی که آواز جوشیدن دیگمون برآمده ایستاده است. کماهیه چطوری که بود از اول، کماهیه چطوری که وای بود. و این عجیننا لا یخبز کما هو، و هر آینه میگه خمیرمون را لا یخبز یعنی پخته میشد، کما هو چطوری که او بود همون طور است، یعنی خمیر میگیرن علاوهش پختن میگیرد، خمیر همون طور ایستادگی است. 1000 نفر خورد و رفت و همون طور باقی مون میگه این طعام هایی که آماده کرده بودیم. خب این است دویم حدیثی که امام نووی در کتاب ریاض الصالحین آورده است. بعد از این کلمه ها را میارد که این کلمه را دیگر به ترکی ترجمه شده گفتیم، دیگر احتیاج به خواندن این کلمات نیست. پس این است درس امروزه ما و شما. پس این است یکی از معجزه ها و یکی از خارق العاده چیزهایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستش آب دهن مبارکش رسید، با برکتش اینقدر مردم توانستن که سیر بکنن. این که از معجزه پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.